درس 18 انشاءالله شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر نامهای از نامهای الله سبحانه و تعالی هست که با وحدانیت الله در عبادتش، در اطاعتش و در احکامش دلالت میکنه. قبلا ما و شما نامهای الله را خواندیم که با جلال و عظمت الله شایسته بود، صفات جلال و عظمت الله را بیان میکرد. حالا ما و شما نامهای الله را میخوانیم که این نامها برای ما و شما بیان میکنه که وحدانیت در عبادت مخصوص الله است، عبادت مخصوص الله است و اطاعت از حکم مخصوص او هست. او معبود حقیقی هست و حاکم حقیقی هست و مستحق عبادت و اطاعت است که این نامهای الله سبحانه و تعالی الله الحکیم، الحکم، السید. اول نام الله سبحانه و تعالی. الله نام او خالق هست که موجود حق است. وقتی که ما و شما میگیم که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی، هیچ معبودی که مردم او را عبادت میکنن، تمام از اینا را نفی میکنیم، میگیم که نیست هیچ کسی مستحق عبادت و اطاعت الا الله، بغیر از الله. پس اینجا ما و شما چی میکنیم؟ وقتی که میگیم لا اله، در اینجا ما و شما نفی میکنیم. چی را نفی میکنیم؟ معبودان باطله. هر مخلوقی که بغیر از الله عبادت میشه او معبود به حق نیست. اگر ملائکه را کسی عبادت میکنه معبود به حق نیست. پیغمبران کسی عبادت میکنه معبود به حق نیست. اولیاء معبود به حق نیست. اونا مستحق عبادت نیستن. چرا؟ لا اله، معبود به حق نیست الا الله، بغیر از الله. پس وقتی که میگیم لا اله، نفی میکنیم چرا؟ معبودان ناحقه. نفی میکنیم طواغیت، قانونگذارای باطله. نفی میکنیم ارباب، کسایی که اونا را مردم رب خود گرفتن، فتاوا میتن، حلال میسازن، حرام میسازن، با فکر و با عقل و با خیال خود ضد شریعت الله. اینا هم رفع میشن. انداده هر چیزی که ذهن انسان از الله دور میسازه، مال باشه، خانواده باشه، کل از اینا نفی میشه. 4 چیز نفی میشه. لا اله الا الله، بغیر از الله. چرا؟ به خاطر که الله معبود به حق است، به خاطر که الله مستحق عبادت است، به خاطر که الله تشریع کننده به حق است. او تشریع میکنه و برای ما احکام بیان میکنه که چی حلال است، چی حرام است، چی حق است، چی باطل است. و او ذاتی که حکم میکنه، حکم کننده هست. از این خاطر وقتی که ما میگیم الله، یعنی ذاتی که حق است و دارای تمام صفات الوهیت است، دارای تمام صفات ربوبیت است. ذاتی که الله معبود به حق است. این یکی را باید بفهمیم. دوم، الله ذاتی که مستحق عبادت است. دیگران مستحق عبادت نیستند. ملائکه مستحق عبادت نیست. پیغمبر مستحق عبادت نیست. اولادی پیغمبر مستحق عبادت نیستند. اولیاء الله مستحق عبادت نیستند. هیچ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، انسانها، جنها، ملائکه، هیچ کدام از اینا مستحق عبادت نیستند. الله، وقتی که انسان الله را شناخت که الله کدام ذات است، ذاتی هست که مستحق عبادت است، معبود به حق است اول. دوم، مستحق عبادت است. سوم، ذاتی که الوهیت شایسته از او هست، دیگر کسی اله و معبود شده نمیتونه. متوجه هستین؟ خب، چهارم، ذاتی که مستحق اطاعت است، که اطاعت از حکم از او شود. از احکام دیگران اطاعت نمیشه، فقط اطاعت از حکم از او میشه. تمام کسایی که قانون میسازن ضد حکم الله، اینا طاغوت گفته میشن. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید به این طاغوت ها چی شوی؟ کافر شوی. چی فرد باشه، چی مثلا جماعت باشه، چی حکومت باشه، چی در لباس قانونگذار باشه، چی در لباس فیلسوف باشه، چی در لباس قوای مقننه باشه،
اینا را کلش باید نفی بکنی. چرا؟ به خاطر از اینکه الحکیم الله هست. الله ذاتی هست که حکم از او بالای همه تطبیق میشه. این از چی میفهمیم؟ از نام الله. پس الله چی مانا؟ الله یعنی ذاتی که معبود حقیقی است. الله چی مانا؟ یعنی ذاتی که مستحق عبادت است. الله چی مانا؟ یعنی ذاتی که مستحق اطاعت هست. ذاتی که الله ذاتی که برای ما تشریع میکنه، تشریع کننده حقیقی هست. و در نام الله سبحانه و تعالی، این نام الله که از دی تمام صفات الله سبحانه و تعالی دی جمع شده هست. از این خاطر چی هست؟ این نام وقتی که شما میگین یا الله، به این معنی که یا ذاتی که تمام صفات کمال به این نامش جمع شده هست. الله الله. دوم دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی الحکیم است. الحکیم چی معنی؟ یعنی خالقی که حاکم حقیقی هست. هر چیزی که بخواد در مخلوقاتش حکم میکنه و برای بنده هایش احکامش بیان میکنه. حاکم حقیقی هست. الحکیم یعنی حاکم حقیقی که حکم میکنه. بنان کسایی که به قانون دیگران تسلیم میشن و قانون دیگران را اطاعت میکنن که ضد حکم الله هست، اینا صفت الحکیم الله را نفهمیدن. الله خالق است که هر چی بخواد در بین بنده هایش حکم میکنه. حاکم است و هر چی بخواد او حکم میکنه. کی زنده باشه، کی بمره، تا چه وقت دنیا باشه، چه وقت دنیا از بین بره، تا چه وقت آفتاب باشه، چه وقت از بین بره. تمام حکم مخصوص از او هست. خالق هست که هم با امر تکوینی و هم با امر تشریعی حکم میکنه. حکیم چی معنی؟ یعنی خالقی که دارای حکم تکوینی و تشریعی می باشه. تکوینی چی هست و تشریعی چی هست؟ تکوینی ای که در تمام کائنات حکم از او هست. آفتاب تحت حکم از او هست، مهتاب تحت حکم از او هست، ستاره ها تحت حکم از او هست، زمین و کوه ها و تمام این مخلوقات، دنیا و آخرت، عرش و لوح و قلم، آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، تمام این کائنات تحت حکم الله هست. حاکم تکوینی. حاکم تشریعی چی معنی؟ حکم تشریعی مخصوص الله هست. الله هست که حکم تعیین میکنه. حلال چیست؟ الله تعیین میکنه. حرام چی است؟ الله تعیین میکنه. حق چی هست؟ الله تعیین میکنه. باطل چی است؟ الله تعیین میکنه. جایز چی است؟ الله تعیین میکنه. ناجایز چی است؟ الله تعیین میکنه. خوب چی است؟ الله تعیین میکنه. زشت چی است؟ الله تعیین میکنه. پس وقتی ما گفتیم که ما ایمان داریم به اللهی که او الحکیم است، به این معنا که هر چیز حق و باطل بر ما تعیین میکنه. اینی حق است، از او اطاعت کنید. اینی باطل است، از او اجتناب کنید. اینی امر الله است، اطاعت شود. اینی نهی الله است، نفی شود. اینی حکم الله است، اطاعت شود. اینی نفی کرده با گفته که نکنین این کار، باید این کار نشه. این حلال است. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک. الله میگه ای پیغمبر، ما با قدرت و عظمت خود بر تو همسرانت را حلال گشتیم. حلال کننده الله هست و همچنان حرام کننده الله هست. حتی پیغمبر حرام کرده نمیتونه. وقتی که پیغمبر سم گفت ما عسل نمیخورم، الله متعال گفت یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. چرا حرام میکنی چیزی که الله بر تو حلال کرده؟ نه، الله که حلال کرد، حتی پیغمبر حق نداره که او را حرام بکنه، چون پیغمبر مبلغ است از جانب الله. وقتی که الله برش وحی جلی میکنه، آیات قرآن حکم الله هست، و وقتی که وحی خفی میکنه در احادیث،
در سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، پس این هم حکم الله است. پیغمبر او را چی کرد؟ او را تبلیغ کرد. پیغمبر مبلغ است، رسول است، خبررسان است. وحی الهی که برش می او را بر مردم، بر ما و شما خبر میده. اما الحکیم الله است، حاکم است و حکم کننده است. حاکمی که حکم میکنه با حکمت. خلاصش چی معنی الحکیم؟ یعنی ذات حاکمی که حکم میکنه، حکم تکوینی و تشریعی در دنیا و در آخرت با حکمت. حاکم حکم کننده با حکمت. معنای کدام نام الله هست؟ معنای نام الحکیم الله هست که نمیخواستم الله را ما و شما بشناسیم. و ذاتی هست که در حکمش کس را شریک نمیسازه. الله متعال میگه ولا یشرک فی حکمه احدا، ذاتی که در حکمش کس را شریک نمیسازه. متوجه هستین؟ این نام الحکیم الله سبحانه و تعالی است. و الحکم یعنی ذاتی که قضاوت میکنه. الحکم یعنی حاکم حکم کننده که حکم است، یعنی فیصله میکنه در بین مخلوقات خود، یعنی به حق فیصله میکنه هم در دنیا و هم در آخرت. از این خاطر این نام الله سبحانه و تعالی الحکم است. خالقی که اهل برای حکم نمودن است، بر از او شایسته هست که او حکم کنه. الحکم. یکی الحکیم بود که گفتیم الحکیم حاکم حکم کننده در امور تکوینی و تشریعی دنیا و آخرت با حکمت. او صفت الحکیم الله بود. الحکم یعنی ذاتی که مستحق حکم کردن است و ذاتی که حکم نامیده شده هست، یعنی حکم صفت تعظیم از او هست و ذاتی که فیصله میکنه و قضاوت میکنه عادلانه در دنیا و آخرت بین بنده های خود. دیگه از نام های الله سبحانه و تعالی السید هست. السید چی معنی؟ السید یعنی خالقی که رهبریت مطلق و تصرف کامل در این کائنات داره. در تمام مخلوقات او تصرف میکنه، تشریع کننده هست که از او اطاعت میشه. السید هست. السید خالقی که در سیادتش به عالی ترین مقام است، عالی ترین مقام است و او تعیین میکنه و او حکم میکنه و او فیصله میکنه. و سید ذاتی هست که مشابه و هم مثل در مسایادت از او کسی نیست و مصلحی که امور مخلوقات را با نعمت‌هایی که برایشان ارزانی داشته است اصلاح نموده است. الحکم السید ذاتی که تدبیر میکنه امور مردم را. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی نام الحق الله هست. ذلك بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. یکی از اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی حق است، یعنی در ذاتش حق است، در صفاتش حق است، در افعالش حق است، در عباداتش حق است، در نامهایش حق است، در احکامش حق است. الله یعنی حق است در تمام امورش. در ذاتش حق است، در صفاتش حق است، در افعالش حق است، در احکامش حق است، در عبادتش حق است. ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. هر کسی که بغیر از الله میخوان که عبادت بکنن باطل است. هر قانونی که ضد حکم الله باشه باطل است. هر اطاعتی که مخالف اطاعت الله باشه او باطل است. و هر عبادتی که مخالف عبادت الله باشه، یعنی الله به او را عبادت نگفته باشه، در قرآن و سنت ثابت نباشه، او باطل است. یعنی به خاطر که الله حق است. الله حق است، دینش حق است. دین الله دین حق است و دیگه ان الدین عند الله الاسلام. دینی که به نزد الله است الاسلام است. اسلام بعضی کسان نمیفهمن اسلام دین آدم علیه السلام است. از آدم علیه السلام اسلام دین ملائکه هست.
اسلام دین تمام ملائکه هست، اسلام دین تمام پیغمبرها هست، دینی که الله بر مخلوقات خود برگزیده هست دین اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. بعضی کسا فکر میکنن که والله اسلام با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام شروع شد، قبل از او باز میگه یعنی قبل از او یهودیت بود نصران. نه خیر برادر عزیز، آدم علیه السلام مسلمان است، کسی که ابراهیم علیه السلام مسلمان بود. الله متعال میگه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یک بنده پاک از شرک و مسلمان الله بود ابراهیم علیه السلام. این یهودیایی که آمدن، یهود که مثلا میگن ما پیروان موسی علیه السلام هستیم، موسی علیه السلام بعد از ابراهیم علیه السلام است، از اولاد ابراهیم علیه السلام است. و کسایی میگن ما نصرانی هستیم، از پیروای مسیح علیه السلام هستن. مسیح علیه السلام پس آمد، ابراهیم علیه السلام مسلمان هست، یعقوب علیه السلام مسلمان هست. و کسی انداک دیگه شک بکنه و تو فکر بکنه که مثلا یهودیت و نصرانیت یا دین الهی نیستن، یهودیت و نصرانیت چی هستند؟ شکل تحریف شده دین اسلام هستند. کسایی که مثلا شریعت موسی علیه السلام تحریف کردن نامزور یهودیت ماندن. کسایی که شریعت عیسی علیه السلام تحریف کردن نامش نصرانیت ماندن، نصارا گفته شدن. تسلیس لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. این نصرانیت کافر هستند. پیغمبرها کلشان مسلمان و موحد بودن از آدم علیه السلام. ذلك بان الله هو الحق. و دین الله هم دین چی است؟ دین حق است. الله حق است و دینش حق است و عبادت الله حق است. به ذاتی که همین قسم که ذاتش حق است، سخنایش هم حق است، اوامرش حق است، وعدیش حق است، افعالش حق است. این قسم انسان باید عقیده داشته باشه. و آنچه که در مقابل حکم الله و در مقابل سخنای الله و در مقابل احکام الله و در مقابل افعال الله قرار میگیره، اینا باطل است. چه وقت ما مسلمان میشیم؟ وقتی مسلمان واقعی باشیم که الله را در ذاتش و در صفاتش و در احکامش و در عباداتش حق بدانیم و آن که مخالف الله هست اونا باطل هستند. اگر معبود است معبود باطل است. خب دیگر از نامهای الله سبحانه و تعالی الحمید است. الحمید چی معنی؟ یعنی خالقی که حمد کرده شده هست. الحمدلله رب العالمین. ما و شما در نمازهای خود چی میگیم؟ انک حمید مجید. یا الله تو ذات حمید هستی، یعنی ذاتی که حمد کرده شده هست. تمام صفات عالیه که به جلال و عظمت از او شایسته هست به این حمد شده. الحمدلله. تمام صفات عالی و کمال و صفات جلال و عظمت مخصوص الله است. این حمید است. الحمدلله رب العالمین. ذاتی که حمد شده در ذات خود و در نامهای خود و در صفات خود و در افعالش، این حمید می باشه. ذاتی که مستحق هر نوع حمد و ثنا هست، این ذات الحمید هست. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی المبین هست، یعنی ذاتی که بیان کننده حق است، ذاتی که برای بنده هایش صفاتش معلوم است که دارای چی صفات است، ذاتی که با قدرت و عظمتش برای همه معلوم دار است و همه معلوم دار است. ذاتی هست که به هیچ کسی مخفی نمیمانه. چرا؟ به خاطر از او که دلایل قدرت از او بسیار زیاد است و برای همه قدرتش و عظمتش و جلالش و بزرگیش معلوم است. ذاتی که تمام حقیقت‌های دنیایی و اخروی را بیان میکنه و ذاتی که مبین است، یعنی بیان کننده هدایت است. قرآن برای ما و شما فرستاده هست برای بیان. پیغمبر فرستاده تا بر ما بیان بکنه و علما و دعوتگران حقانی و ربانی را الله متعال توفیق داده که حق بر مردم بیان بکنن تا مردم خالق با عظمت خدا بشناسن. و السلام علیکم و رحمت الله و